جایی که جامعه طرد شده ها ستاره‌های درخشانش رو پیدا کرد، از پسر بچه با پنجه‌های خرچنگی تا دختری که روی 4 دست و پا می‌دوید و مردی که 2 حالت تناسلی داشت. به اصطلاح فریک‌ها به جای قایم شدن تفاوت‌هاشون رو به نمایش گذاشتن و دنیا رو مبهوت خودشون کردن. تو این ویدیو میریم سراغ عجیب‌ترین انسان‌هایی که به بیماری‌های نادرشون معروف شدن. پس تا آخر با ما همراه باشید. پسر خرچنگ، مردی با دست‌های عجیب و سرنوشت عجیب‌تر. توی تاریخ آدم‌های زیادی بودن که به خاطر ویژگی‌های خاصشون شناخته شدن، ولی بعضی‌هاشون واقعاً متفاوت بودن. یکی از اونها گریدی استایل جونیور بود، مردی که توی سال 1937 به دنیا اومد و از همون اول یه بیماری ژنتیکی نادری هم داشت. این بیماری باعث می‌شد که انگشت‌های دست و پا به هم بچسبن و یه شکل شبیه خرچنگ پیدا کنن. جالب اینجاست که این مشکل توی خانواده‌اش ارثی بود. بابای استایلز هم همین وضعیت رو داشت و به خاطر همین توی سیرک‌ها و نمایش‌های عجیب و غریب کار می‌کرد. گریدی هم مثل پدرش راهی همین مسیر شد و با خواهر و برادر خودش که شرایط مشابهی داشتن توی نمایش‌های دوره‌گرد اجرا می‌کرد. مردم از دیدن شکل غیرعادی دست و پاهای اونها شگفت زده می‌شدن، مخصوصا وقتی می‌دیدن که چطور با اون دستان خرچنگیشون اشیا رو بلند می‌کنن. اما پشت این شهرت و موفقیت یه زندگی تاریک و ترسناک مخفی شده بود. گریدی به شدت الکلی و پرخاشگر بود و اطرافیانش رو به وحشت میانداخت. رفتارهای خشنش بالاخره به یه فاجعه ختم شد. اون نامزد دخترش رو کشت. ولی نکته عجیب اینجا بود که به خاطر شرایط خاص بدنیش دادگاه نتونست براش حکم زندان صادر کنه، چون هیچ زندانی مناسبش نبود. این ماجرا باعث شد که اسمش برای همیشه توی لیست عجیب‌ترین افراد تاریخ باقی بمونه. دختر پاگونده، دختری که پاهاش از بقیه جلوتر بود. سال 1860 توی اوهایو دختری به دنیا اومد که خیلی زود به خاطر وضعیت خاصش معروف شد. اسمش فانی میلز بود. ولی بیشتر بهش دختر پاگونده اوهایو میگفتن. دلیل این لقب هم یه بیماری نادر به اسم میلرودی بود که باعث میشد پاهاش به طرز عجیبی رشد کنن و خیلی بزرگتر از حد معمول بشن. اما میلز اجازه نداد که شرایطش باعث بشه توی خونه بشینه و از دنیا دور بمونه. برعکس با همون پاهای عجیب و غریبش یه بدن خوش‌فرم و جذاب برای خودش ساخت و وارد نمایش‌های دوره‌گرد شد. شخصیت کاریزماتیکش باعث شد که مردم مجذوبش بشن و اون رو به عنوان یک پدیده نادر بشناسن. در نمایش‌ها حتی یک جایزه عجیبی هم گذاشتن. هر مردی که حاضر میشد با میلز ازدواج کنه $5000 جایزه میگرفت. اما قسمت جالب داستان هنوز شروع نشده بود. توی سال 1866 میلز با پرستارش ویلیام براون آشنا شد. یه عشق غیر منتظره بینشون شکل گرفت و این دو نفر با هم ازدواج کردند. این ازدواج نشون داد که عشق واقعی هیچ حد و مرزی نمیشناسه و میتونه حتی توی غیر منتظره ترین شرایط هم شکوفا بشه. مرد سپاه، مردی که غیر ممکن رو ممکن کرد. فرانچسکو لنتینی که بهش سپاه هم میگفتن توی سال 1889 توی سیسیلی ایتالیا به دنیا اومد. اما چیزی که اونو از بقیه متمایز کرد یه پای اضافه بود که از سمت راست لگنش بیرون زده بود. هر کسی جای اون بود شاید این ویژگی رو یه بدشانسی بزرگ میدید، ولی لنتینی نه تنها با این وضعیت کنار اومد بلکه اونو به یک فرصت طلایی تبدیل کرد. اون یاد گرفت که چجوری با پای سومش راه بره، بدوه و حتی دوچرخه سواری بکنه. ماجراجویی‌های لنتینی از 8 سالگی شروع شد. اون به آمریکا سفر کرد و خیلی زود به یکی از مشهورترین اجرا کنندگان سیرک تبدیل شد. نمایش‌های بی‌نظیری مثل آکروبات، بازی با توپ، پرش از موانع و حتی رقصیدن انجام میداد و تماشاگرها رو به بهت زده می‌کرد. اما زندگیش فقط توی نمایش خلاصه نشد. اون تونست توی آمریکا تابعیت بگیره، ازدواج کنه و پدر 4 فرزند سالم بشه. این نشون میده که تفاوت‌های ظاهری نمیتونن مانع موفقیت و خوشبختی بشن. امیدوارم تا اینجای مطالب براتون جذاب بوده باشه و برای حمایت و دلگرمی بیشتر ما لطفاً دکمه لایک رو بزنید. مردی با چهره‌ای مثل شیر، نفرین یا محبت. از دل امپراتوری روسیه کودکی متولد شد که دنیا رو در شوک فرو برد. اسمش استفان بروسکی بود و توی سال 1891 به دنیا اومد. اما چیزی که اون رو خاص‌تر می‌کرد یه بیماری نادر به اسم هایپرتریکوزیس بود. این بیماری باعث شده بود که تمام بدنش از سر تا پا با موهای ضخیم و پرپشت پوشیده بشه. مردم وقتی اون رو می‌دیدن باور نمی‌کردن که این یک انسانه. بعضیا حتی فکر می‌کردن یک نفرین قدیمی گریبانگیرش شده. اما چیزی که بروسکی رو خاص‌تر می‌کرد فقط ظاهرش نبود.
اون نه تنها اجازه نداد که این ظاهر عجیب محدودش کنه، بلکه تبدیل شد به یک ستاره بزرگ سیرک. بیلی با داشتن هوش بالا، شخصیت مهربون و چهره شبیه به یک شیر باعث شد که تماشاگرای سراسر دنیا عاشقش بشن. اما این پایان داستان نبود. بروسکی فقط یه نمایشگر نبود. اون یه زبانشناس حرفه‌ای، یک ورزشکار ماهر و یک پدر و شوهر فداکار هم بود. این داستان ثابت میکنه که ظاهر همه چیز نیست، بلکه چیزی که ما از خودمون میسازیم مهمتره. دختری ملقب به شتر، دختری که رویاهاشو دنبال کرد. توی سال 1870 توی رولینگ هیلز آمریکا دختری به دنیا اومد که تخیل یک ملت رو به چالش کشید. اسمش ال هارپر بود، ولی به خاطر یه ویژگی خاص بهش لقب دختر شتر دادن. هارپر با یک بیماری ارتوپدی نادر متولد شده بود. زانوهاش به سمت عقب خم می‌شدن، طوری که پاهاش به شتر شبیه بود. اما اون به جای اینکه از این تفاوت خجالت بکشه، یاد گرفت که باهاش کنار بیاد. حتی میتونست روی 4 دست و پا راه بره، اونم با سرعت و چابکی شگفت‌انگیز. وقتی 16 ساله شد به سیرک پیوست و با نمایش‌های عجیبش همه رو حیرت زده کرد. اما برخلاف خیلیای دیگه که توی دنیا نمایش موندن، هارپر رویاهای بزرگتری داشت. بعد از یک فصل حضور در سیرک تصمیم گرفت که با پولی که به دست آورده تحصیلاتش رو ادامه بده و یه زندگی بهتری برای خودش بسازه. اون ثابت کرد که هیچ محدودیتی نمیتونه جلوی یه اراده قوی رو بگیره. به نظرتون امروز هم اگه کسی همچین ویژگی‌ها رو داشته باشه میتونه توی جامعه موفق بشه؟ نظرتون رو تو کامنت ها برامون بنویسید. دختری با زبانی شگفت‌انگیز. تصورش کن یه زبون به اندازه یه خطکش جیبی داشته باشی. آدریان لوئیس دختری از آمریکا زبانی داره که طولش بیش از 10 سانتی متره. یعنی میتونه با زبونش نوک بینی و حتی چونش رو لمس کنه. اما جالبترش اینه که این ویژگی توی خانواده‌اش هم رایجه و چندین نسل از اعضای خانواده‌اش زبونهای بلندی داشتن. آدریان از بچگی متوجه این ویژگی خاصش شد و با انتشار ویدیوهایی از توانایی‌های عجیبش در اینترنت کلی طرفدار پیدا کرد. حالا آرزوش اینه که رکورد بلندترین زبان جهان رو در کتاب گینیس هم به نام خودش ثبت کنه. مردی با 2 آلت تناسلی، یک پدیده پزشکی نادر. بریم سراغ دنیای مدرن. افراد عجیب فقط توی گذشته نبودن، الان هم وجود دارن. یک کاربری که خودش رو تریپل دی معرفی می‌کرد با یک افشاگری پزشکی عجیب حسابی سر و صدا کرد. اون گفت که با یک عارضه نادری به اسم دیفالیا متولد شده، یعنی 2 آلت تناسلی کاملا کاربردی. این وضعیت فوق‌العاده نادره و فقط 1 نفر از هر 6 میلیون مرد دچارش میشه. پستش توی فضای مجازی مثل بمب ترکید و خیلی‌ها کنجکاو شدن که زندگی با این شرایط چجوریه. یکی از سوالات‌های پرتکرارش این بود که آیا هر 2 آلت تناسلی همزمان کار میکنن؟ جوابش هم مثبت بود. این ماجرا اینقدر جالب شد که او کتابی به اسم دابل هدر نوشت و توی آمازون منتشر کرد. کتابش یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های سال شد و حسابی توجه‌ها رو به خودش جلب کرد. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید و برای دیدن ویدیوهای جذاب‌تری در آینده حتما دکمه سابسکرایب رو فشار بدید. چرا که در آینده قراره در مورد جنجالی‌ترین رسوایی‌های بشار اسد صحبت کنیم و پرده از رازش برداریم. پس پیشنهاد می‌کنم حتما ببینید و از دستش ندید.